واقعا کتاب عظیم است. کتاب را چطوری که گفتیم با این حدیث انما الاعمال بالنیات، حدیث عمر ابن خطاب شروع کرده با حدیث ابو هریره با آخر رسانیدن. هر دو حدیث ها هم حدیث های غریب است. غریب در اصطلاح محدثین آن حدیثی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نفر روایت کرده است و از آن صحابه هم یک نفر روایت کرده است، از آن کس هم یک نفر روایت کرده است، بعد بسیار شده رفتگی است. این را غریب میگویند اگر یک نفر روایت کرده باشد. این حدیث ها صحیح است ولی غریب است. برای چی امام بخاری میگویند کتاب بزرگ خود را با حدیث غریب شروع کرد و با حدیث غریب به پایان رسید؟ بعضی علما را شنیدیم که میگویند نمیدانم شاید حدیث صحیح مسلم را قصد کرده باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن حدیث گفتند که بدا الاسلام غریبا و سیعود غریبا طوبى للغرباء. اسلام غریب شروع شد روزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر شدند، با ترس با خوف به نزد حضرت خدیجه آمدند که حضرت خدیجه قبول کردند. به نزد ابوبکر دوستشان رفتند که شخصی که بود که بت‌ها را اعتراف نمی‌کرد، با عقل ترین مرد قریش بود، به نزد او رفتند که قبول کرد. و پسرخواندشان زید ابن حارثه و علی ابن ابی طالب که بچه عمکشان بود و در خانواده جناب رسول الله به وای میرسید، اینها که در خانواده خودشان بودند اینها اسلام را قبول کردند. همین گونه یک نفر و با ترس و اذیت و ضرر و مشکلی مصیبت هایی که بر سر مسلمان ها می آمد در ابتدای امر واقعا غریب بودند. و سیعود غریبا، روزی می رسد که باز اسلام غریب می شود. طوبى للغرباء، خوشا به حال غریبان گفتند. میگوین امام بخاری هم با حدیث غریب شروع کرد، با غریب به انتها رسانید. با این شاید گفتنی باشد که خوشا به حال غریبان.